بالاخره این گرونی‌ها تا کجاست؟ در تمام جوامع متمدن آقا شیر گرون میشه، آقا شیر پاستوریزه گرون میشه، ملت میرن تو خیابون اعتصاب میکنن میگن هیچ کی شیر نخره، شیر میمونه رو دست تولید کننده. کارخونه دار میفهمه با مردم طرفه، مردم شوخی ندارن، مردم یک سبدی دارن، یک در واقع دخل و خرجی دارن، بر اساس اون زندگیشون رو تنظیم کردن. یک روز شیر مملکت خریده نشه یک کارخونه میره رو هوا، یه سیستم میره رو هوا. اجازه بدین اینو بهتون بگم خدمتتون عرض کنم. خب در کشور ما چه جوریه؟ آقا شیر گرون میشه، اصلا شیر نه چون فاسد شدنیه. مثلا مایع ظرفشویی گرون میشه، بلافاصله مادر خانواده بچهش میگه که دخترم برو پسرم برو یه کارتون بخر گرون شده، میگن قراره گرون تاشه. ما برعکس کار میکنیم. ما ببین اینقدر که رعب و بی‌اعتمادی و ترس و همه اینا هست، همه ما داریم یک شکل دیگه زندگی میکنیم، خودمون به ضرر خودمون داریم میریم جلو. دلیلش مسئولینمونن به نظر من، اونها باید سرایت بکنن، مردم رو جدی بگیرن، مردم هم خودشون رو جدی بگیرن. یعنی مردم هم اگر خودشون مطالبه نداشته باشن، اون کسی که اون بالاست دلش میخواد میزش رو نگه داره، میز کسی نمیخواد ترک کنه. من دارم حقوق میگیرم، این میزو دارم، خیلی هم به سلامت این چند سال طی کنم، میرم به یه لول بالاتر، کسی کاری نداره که پدر من بازنشسته میشه یا مادر من فلان یا نمیدونم هنرمند مملکت دندون تو دهنش نیست، به اون چه؟ اون میزش رو نگه میداره. مردم باید مطالبه داشته باشن.